چطورین؟ روزتون بخیر. امیدوارم که هر جایی که هستین، مشغول هر کاری که هستین، حالتون خوب باشه. من اومدم دانشگاه. متاسفانه پاییز شروع شده و دیگه یه روز خوش ما توی زندگیمون نمیبینیم اینجا از شدت سرما. و آره الان روزای خوبمونه. تازه قراره خیلی سخت‌تر باشه روزا، با سرمای بسیار خانمان سوزی. پارسال که اینجوری بود، امیدوارم امسال یه ذره این گرمایش چی میگن، گرمایش کره زمین و اینا یه کمکی کنه، یه ذره هوا چیزتر شه، بهتر شه. من اومده بودم دانشگاه امروز و این جوش مجلسی هم معرف حضورتون هست، بهش توجه نکنید. من امروز اومدم دانشگاه درس بخونم، کتابخونه. بعد دیگه یه ذره خوندم و اینا، یه ذره که یعنی از صبح هستم، ولی تصمیم گرفتم که دیگه بیام براتون ویدیو یوتیوب بگیرم. میدونم که خیلی وقت ویدیو یوتیوب نگرفتم، پس همراه من باشید. یکی اینجا میخوام بشینم و براتون صحبت کنم راجع به یه موضوع بسیار جذاب. گفتم آسمون رو بهتون نشون بدم، خیلی پنبه‌ای و زیباست. میدونم که هر چقدر راجع به این موضوع صحبت بشه بازم کافی نیست، پس امروز من این فکر کردم که واقعا به عنوان یه مسئولیت اجتماعی در خودم میبینم که درباره‌اش صحبت کنم. همونطوری که مستحضر هستین، خیلی خب موج مهاجرت مثل این چند سال گذشته خب همیشه هست و خیلی ها تصمیم مهاجرت میگیرن، مهاجرت تحصیلی، کاری، پناهندگی متاسفانه و حالا انواع مختلف. و این انگار یه موجی شده که مثلا شاید یه مقدار هیجانی شده. و چطوریه؟ مثلا شما میبینی که اوکی، من دختر خالم و پسر خالم و دختر دایی مهاجرت کردن، دوست دانشگاه مهاجرت کرده، منم خب پولشو دارم، شرایطشو دارم، یه آیلتس هم میگیرم و یه تلاشی هم میکنم که منم بتونم مهاجرت کنم. و متاسفانه اینو یعنی خیلی میبینن از خیلیا و یه حس مثلا جاموندگی دارن بعضیا، یعنی فکر میکنن که جا موندن اگه مهاجرت نکنن و از یه بازی عقب موندن و از یه مسابقه جا موندن و دوست دارن که حالا به هر طریقی که شده اونا هم شانسشون رو امتحان کنن و مهاجرت کنن. و خب این حالا من از منظر خودم بهش نگاه میکنم. نظر من اینه که آره واقعا شرایط ایران اصلا خوب نیست به هیچ وجه. از هر طرف که بهش نگاه کنی دلایل خیلی زیادی وجود داره برای مهاجرت، اینو کاملا میپذیرم و همه کسایی که مهاجرت کردنم به همین دلایل مهاجرت کردن، از جمله خود من. ولی یه مسئله که وجود داره اینه که واقعا صرف این که ایران جای موندن نیست نمیشه به این نتیجه رسید که پس مهاجرت برای من کار میکنه. پس باید به 2 تا نتیجه متفاوت برسیم. اینکه اوکی ایران جای موندن نیست و آیا مهاجرت واقعا برای من کاربردی داره، آیا کارساز هست، آیا مناسب من هست یا نه. اگر نه قطعا ایران جای بهتریه تا اینکه من بخوام تن به مهاجرت بدم. شاید این در نگاه اول شاید خیلی سطحی به نظر برسه، شاید مثلا شما بگی که خب آره اینو خودمونم میدونیم که مثلا باید شرایط در نظر بگیریم و ببینیم که آیا واقعا مثلا مهاجرت برای ما کاربردی داره نداره، بعدش تصمیم بگیریم. ولی واقعا وقتی مثلا نگاه میکنی میبینی که این همه آدم مهاجرت میکنن صرفا ارو هوا و همینجوری الکی، صرف این که همه دارن مهاجرت میکنن آدم واقعا ناراحت میشه. و واقعا من به این نتیجه رسیدم امروز که بیام راجبش صحبت کنم، چون که مثلا میبینم که خیلی ها میان توی پیجم مثلا ازم سوال میکنن که مثلا طرف واقعا پرت از همه چیه، هم میاد سوال میکنه که مهندس جون شما چطوری مهاجرت کردی، همسرت هم بهت پیوست شده، بچه راحت، پس مثلا
میشه بگی چطوریه مثلا مراحلش؟ منم مثلا به فکرش هستم، منم میخوام مهاجرت کنم. من حس میکنم که 99% این افرادی که میان اینجوری سوال میکنن صرفا روی هیجان میان سوال میکنن، یا فکر میکنن که مثلا کار راحتیه، یا فکر میکنن که اینجا واقعا یه فرش قرمزی پهنه و همه آدما میتونن مثلا نفس مهاجرت بر بیان. ولی واقعا اینجوری نیست. من خب خودم واقعا قبل از اینکه مهاجرت کنم از خیلی شنیده بودم که میگفتن مهاجرت سخته، مهاجرت چالش‌های خودشو داره، مهاجرت افسردگی به همراه داره، مهاجرت کلی بالا و پایین داره. ولی واقعا تا وقتی خودم واردش نشدم متوجهش نشدم. اصلا نمیخوام الان بیام بگم مهاجرت بده یا چی. من بازم اگه برگردم عقب قطعا همین تصمیم رو میگیرم. بحثم اینه که واقعا مهاجرت فراتر از 4 تا استوری آدمایی مثل منه. چون که واقعا مثلا من خودم بعضی روزا انقدر درگیرم، انقدر ذهنم مشغوله، انقدر دچار مشکلات مختلف هستم، مثلا میام صرفا 2 تا استوری خیلی خوشگل میذارم از لیوان قهوه‌ام، از پنجره خونم، از یه چیزای خیلی خوشگلی، یه متن خوشگلی استوری میکنم و واقعا شاید دوست صمیمم متوجه نشه که اون روز برای من چه شکلی گذشته و فکر کنه که همه چی طبق روال داره میگذره، همه چی اوکیه. ولی واقعا خب خیلی ها نمیان ریز جزئیات مشکلاتشون و چالش هایی که دارن و توضیح بدن توی فضای مجازی. حالا هر کسی یه انتخابی داره، هر کسی یه سبکی داره توی پیجش. من مثلا خودم این شکلی نیستم که بیام از ریز مشکلاتم بگم، غر بزنم، بگم وای چقدر داره به من سخت میگذره، چقدر مهاجرت سخته، امروز دلتنگ فلانی شدم، فردا دلتنگ فلان کافه شدم، پس فردا دلتنگ فلان محله ایران شدم، تهران شدم، شیراز شدم، از این چیزا که خودتون بهتر از من میدونین. ولی واقعا روزی نیست که دلتنگی سراغ آدم نیاد، روزی نیست که خودتو هی بازخواست نکنی که آیا کار درستی کردم، آیا کار اشتباهی کردم. روزی نیست که عذاب وجدان سراغت نیاد که مثلا آیا این وظیفه من نیست که مثلا تو سن پیری نمیدونم پیش پدر مادرم باشم، مراقبت کنم از اونا، یا یه سری چیزای این شکلی که همیشه سراغ آدم میاد. ولی خب هیچ وقت خود من مثلا اینطور نیستم که بیام راجبش صحبت کنم و چیزی بگم دربارش، چون میدونم که الان کل ویدیو رو گرفتم و میدونم که محتوای ویدیو چقدر شاید دارک شد یه کوچولو ولی گفتم که این ویدیو رو بیام بگیرم، از ماگ جدیدم براتون رونمایی کنم به عنوان زنگ تفریح. ببینید چقدر این ماگ زیباست، بهتون پیشنهاد میکنم. من الان 3 روز دارم ازش استفاده میکنم ولی تو این 3 روز خیلی راضی بودم. 2 تا در داره و میتونید از 2 تا، یعنی این در روی باز میشه، بعدش از این آسانوش بهش میگن چی میگن، اونجا میتونین کافی بخورین و لذتشو ببرین. آره روزی نیست که واقعا این چیزای دوگانه سراغ آدم نیاد و اینجوری مثلا نیست که واقعا یه روز کامل تو 100% رضایت داشته باشی از کاری که انجام دادی، از تصمیمی که گرفتی و از خود ممنون باشی به خاطر همه تلاشایی که کردی. واقعا هنوز نشده من یه روز به این نتیجه برسم توی این 1 سالی که اینجام. ولی بحثم اینه که خیلی وقتا از پشت واقعا اینستاگرام نمیشه قضاوت کرد آدم ها رو و به این نتیجه رسید که آیا واقعا از تصمیمشون راضی هن یا راضی نیستن، یا زندگی خوبی دارن یا زندگی بدی دارن. و این واقعا تو همه چی صدق میکنه. مثلا من مثلا دارم زیر بارون خیس میشم و سردمه و اینجا خب ماشین ندارم، مجبورم مثلا با دوچرخه برم سر کار، بعد یه استوری میذارم، روزی نیست که واقعا 2 نفر ریپلای نکنن که وای خوش به حاله، چه هوایی داره اونجا. میدونین خب این تجربه زیسته من به عنوان کسی که داره تو این هوا زندگی میکنه با کسی که داره از بیرونی استوری میبینه خب خیلی متفاوته.
این مثلا یه مثال خیلی کوچولوه. یا مثلا میگم من دنبال خونه دارم میگردم، قراردادم داره تموم میشه، نمیخوام دیگه این خونه بمونم حالا به هر دلیلی، و مثلا یه عکس از یه جای یه سمت خونه میذارم و روزی نیست که یه نفر نگه وای چه خونه قشنگی، وای چه زندگی خوبی، وای چه فلان. میدونین هیچکی از جزئیات زندگی آدم با خبر نیست و متاسفانه یه سریا نمیدونم همیشه این دیدگاهو دارن که اونا زندگیشون از تو بدتره، تو زندگیت خیلی بهتره و نمیخوان باور کنن که واقعا فضای اینستاگرام خیلی ساله که همه دارن میگن که نباید از رو ظاهر پیجات قضاوت کرد، ولی واقعا هنوز به نظرم جا داره که دربارش صحبت بشه، جا داره که هر کسی از جانب خودش بیاد بگه که واقعا آقا چیزی که شما از توی پیج من میبینید واقعا شاید به جرئت بتونم بگم 30% زندگی منه، واقعا نهایتا 40% زندگی منه و اون 60% دیگه یا حالا مربوط به اون پرایوسیه که دارم که دوست ندارم چیزی دربارش بگم، یا درباره مشکلاتمه، یا درباره مشکلات روحیه که باشون دست و پنجه نرم میکنم و همه این چیزای این شکلی که شاید واقعا هر کسی دوچار اینجور چیزا باشه و دوست نداشته باشه دربارش صحبتی کنه و منم یکی از اون آدما. آره کلا این ویدیو رو خواستم بذارم و بگم که دوست داشتم مثلا تایتل این ویدیو این باشه که مهاجرت نکنید اگر مثلا فلان، مهاجرت نکنید اگر چنان. یعنی یه سری ویژگی ها رو بگم که واقعا مهاجرت نکنید اگر که صرفا دارین از روی پیج 4 نفر همساله نمیدونم من و حالا من که خیلی پیجم کوچولوه و شاید واقعا اون تاثیرگذاری که خیلی ها دارن نداشته باشم. طرف مثلا میگم آقا 15 ساله داره آلمان زندگی میکنه، مثلا همسر شهروند آلمان، کار بسیار خوبی داره، بچه مثلا خیلی زیبایی داره، سبک زندگی خیلی قشنگی داره، دور معلومه درآمد بسیار خوبی داره و مثلا من و شما از پیجش رو نگاه میکنیم و میگیم خب مهاجرت به نظرم برای ما هم جواب میده، ما هم میتونیم مثلا ظرف 2 سال آینده مثلا به این سطح از درآمد و به این سطح از حالا رفاه برسیم، در حالی که واقعا اینجوری نیست و معلوم نیست که هر کسی براش چه اتفاقی میفته توی این پروسه. و آره یک حرفم اینه که از روی زندگی بقیه به این نتیجه نرسیم که آیا مهاجرت مناسب ما هست یا نه، صرفا شرایط خودمون رو بسنجیم. حالا شاید سوال پیش بیاد که چطوری بفهمیم که مهاجرت مناسب ما هست یا نیست. واقعا حالا برای اینکه برای هر شخصی متفاوته، این پروسه متفاوت میگذره، سختیاش متفاوته، شما پول داشته باشی یه جور برات میگذره، پول نداشته باشی یه جور میگذره، تنها بیا یه جوره، پیوست بیا یه جوره، با خانواده بیا یه جور برات میگذره و واقعا میگم خیلی متفاوته. ولی من فکر میکنم که اگر آدم زودرنجی هستین، اگر آدم حساسی هستین، اگر که شرایط زندگیتون خدا رو شکر در ایران طوری بوده که سختی آنچنانی تحمل نکردین و در رفاه نسبی بزرگ شدین و همه چی براتون عالی گذشته تا الان، به نظر من نوعی مهاجرت برای شما مناسب نیست، چون که یهو وارد یه محیطی میشین که همه چی یهو برمیگرده، همه چی فرق داره، قیمتا 100 برابر میشه براتون و شاید منیج کردن این اتفاقات در وهله اول براتون راحت نباشه و چون که خب توی ایران مثلا با سختی این چنینی مواجه نشدین، شاید راحت نباشه براتون. مورد بعدی، مثلا من خیلی ها رو میبینم بهم میگن وای محدثه جون چطوری مثلا تو مهاجرت کردی، ما یه روز خانواده‌مون رو نبینیم نمیتونیم مثلا چیز کنیم. واقعا فکر میکنم که اگر واقعا همچین شخصیتی دارین که خیلی وابسته این به خانواده، به دوستا، به کلا شخصیتی هستین که خیلی پیوندهای عمیقی دارین با آدم‌ها، با اشیا، با مکان‌ها، به نظر من شاید خیلی براتون سخت بگذره
میدونم که همه ما یه میزان وابستگی رو داریم به محیط اطرافمون، به محلمون، به دوستامون، خانوادهمون، خویشاوندمون، ولی اگر از یه سطحی بیشتر هستین وابستگی به نظر من نمیتونین تحمل کنین. اگر که آدم بسیار خوشبینی هستین به شرایط و فکر میکنید که اوکی الان مهاجرت میکنین، هم سطح علاوه اقتصادی هم پیشرفت میکنید، هم بحث علاوه سیاسی مثلا اینجا بسیار ممکنه بهتر باشه شرایطش، هم مثلا سطح رفاهتون یهو اینجا یه تغییر آنچنانی میکنه، هم یه شغل بسیار عالی پیدا میکنین، هم علاوه تحصیلی پیشرفت میکنین و همه اینا به نظر من دارین یه ذره، میگم اگه شخصیتی دارین که خیلی خوشبینید، شاید احتیاج دارید با یه نفر صحبت کنید که یه ذره شاید بدبینه و یه ذره شما رو به حالت تعادل برسونه و یکم واقع بینانه تر فکر کنید نسبت به محیط جدیدی که قراره توش وارد شید. بازم تاکید میکنم که اصلا نمیخوام الان بیام بد بگم وای نه نیاید اینجا، مجبورید بیاید نمیدونم دلیوری کار کنید، کار درستابی اینجا بهتون نمیدن، تو سرتون میزنن، شهروند در چندمی. نه اصلا نمیخوام راجع به این چیزا صحبت کنم. فکر میکنم به اندازه کافی من توی ویدیوهام درباره خوبیای مهاجرت صحبت کردم، درباره شانسایی که مهاجرت به من داده صحبت کردم، درباره چیزای خوبش صحبت کردم. برای همین نمیخوام مثلا این سوء تفاهم پیش بیاد که این حرف پشت سرم باشه که خب تو که اگه راحت نبوده شرایط برات، اگر که اوکی نیست چرا بر نمیگردی، چرا فلان نیستی و اینا. اصلا نمیخوام وارد این بحثا بشم. ورای همه خوبی هایی که مهاجرت داره، واقعا من فکر میکنم که چند وقت پیش یه دونه ریلزی دیدم که میگفتش که مهاجرت مثل یه اون تأثیری که روی روح و روان شما میذاره اندازه کسیه که دور از جون یه شخص عزیزی رو از دست داده و فوت شده، یه نفر از نزدیکانش. من خدا رو شکر این اتفاق تا حالا برام نیفتاده، تا حالا عزیز خیلی نزدیک رو از دست ندادم. امیدوارم که شما هم عزیزانتون همیشه سلامت باشن، ولی میگم نمیدونم این حس چیه، امیدوارم تجربهش هم نکنم. ولی اون تأثیر عمیقی که مهاجرت روم گذاشت، اون فشار روحی که به هم وارد کرد، واقعا خیلی زیاد بود و باید بگم که واقعا احتیاج به تراپی دارم، احتیاج دارم که درمان بشم واقعا، چون که به نظرم چیزی نیست که بشه مثلا به تنهایی باهاش کنار اومد و به تنهایی منیجش کرد. و حتما پیگیری هم میکنم تراپی رو و میام حتما نتایجش رو به زودی باهاتون در میون میذارم. ولی میخوام همه اینا رو بگم که واقعا اگر شاید حتی یک نفر هم تاثیر بگیره از حرفام و بیشتر فکر کنه و منطقی تر فکر کنه و واقع بینانه تر فکر کنه نسبت به مسیرش، واقعا همون یک نفر هم برام کافیه. چون که الان مثلا میگم خیلی حالا شاید از روی 4 تا پست اینستاگرامی و اینا بخوان تصمیم بگیرن، مثلا میدونی 2 قطب شدن توی اینستاگرام. یه سریا اینجوری هن که یه مدینه فاضله به تصویر میکشن از مهاجرت که تو همه فازهای مختلف همه چیشون داره عالی پیش میره. یه کسایی هم هستن که دارن برمیگردن، موفق نشدن، کار نتونستن پیدا کنن، شرایط مالیشون رو نتونستن اوکی کنن، اقامتشون رو نتونستن تمدید کنن و هی دچار ناکامی شدن و برگشتن و اونا هم دوتا به نظرم 2 تا قطب مختلف ایجاد شده بین این 2 تا گروه. ولی میخوام بگم که جفتش هم هست، یعنی شما ممکنه که توی این لوپ هم بیافتین، توی اون لوپ هم بیافتین و قطعا مثل هر تصمیم دیگه‌ای براتون پر از منفعت و ضرره. آره دیگه متضادش میشه این 2 تا ساید رو قطعا دارین
و واقعا خودتون تعیین میکنین که بیشتر تو کدوم گروه وارد بشین و بیشتر فوایدش شامل حالتون بشه یا سختیاش. ولی همه اینا رو گفتم که بگم که آره بیشتر فکر کنید، هر چقدر بیشتر تحقیق کنید، بیشتر فکر کنید، هیچ اتفاقی نمیفته و مطمئن باشید که تصمیم بهتری میگیرید. و اگر که مهاجرت کردین، الان به مقصد رسیدین و به تازگی مهاجرت کردین، مطمئن باشین که همه چی بهتر خواهد شد. من خودم هنوز اول مسیر مهاجرتم، تا چند روز دیگه میشه 1 سال که مهاجرت کردم و خیلی نوام توی این مسیر، خیلی چی میگن تازه قدمم، پا قدمم نوه، آره خیلی جدیدم، نتونستم اون کلمه که مد نظرم بود رو پیدا کنم. ولی توی همین 1 سالم متوجه شدم که چقدر اینجوری بوده حالم، چقدر بالا پایین داشته و اینا. و مثلا اینجوری هم که اوکی اگه اینم اوکی بشه دیگه، مثلا به یه ساحل امنی میرسم و مطمئنم دوباره اونا هم که اوکی بشه دوباره یه سری چالش جدید ایجاد میشه و نمیدونم کی مثلا قراره حالا به یه سراشیبی نسبی یا به یه مسیر هموار نسبی نزدیک بشم. اینو نمیدونم، ولی میدونم که همه چی بهتر خواهد شد. اینو میتونم بهتون قول بدم که اگر پافشاری کنید، اگر تلاش کنید، اگر جا نزنید، همه چی بهتر خواهد شد. و واقعا اگر هم 1% اومدید اینجا و دیدین که شاید اشتباه تصمیم گرفتین، شاید درست نبوده تصمیمتون، شاید چیزی نبوده که فکر میکردین، واقعا من فکر میکنم که مسیر برگشت همیشه باز هست. امیدوارم تو ذهن شما هم باز باشه. و من همیشه خودم با دوستام که صحبت میکنم میگم که من اگر در آینده حتی اگر به ایران هم برگردم، خیلی فرق میبینم بین خودم و کسی که هیچ وقت این مسیر رو تجربه نکرده و صرفا نشسته سر جاش و از روی تنبلی و از روی اینکه حوصله نداشته مهاجرت کنه میگه که نه مهاجرت خوب نیست، هر کی هم رفته داره برمیگرده. اگر من برگردم واقعا هم سطح کسی نیستم که هیچ وقت مهاجرت نکرده و تو ذهنش اینجوریه که نه مهاجرت مثلا اگه خوب بود که شماها برنمیگشتین. من اینجوریم که من همیشه دوست داشتم که این هدف رو برای خودم تیک بزنم و الان تیک زدم و به هر دلیلی متوجه شدم که دیگه نمیخوام توی این مسیر بمونم و الان با کوله‌باری از تجربه، با کوله‌باری از اتفاقای خوب، با کوله‌باری از سختی و تجربه، یعنی تجربه بیشترین چیزیه که واقعا شامل حال آدم میشه در مهاجرت، تجربه‌ای که هیچ کس نمیتونه به جز مهاجرت، کسی نمیتونه واقعا این تجربه رو به دست بیاره و یه تجربه زیسته فوق‌العاده است. آره شما واقعا بازم چیزی رو از دست ندادین، صرفا کلی تجربه به دست آوردین، کلی مکان جدید تو زندگیتون دیدین، کلی خاطرهای قشنگ ساختین، خاطرهای سخت، خاطرهای خوب قشنگ، با آدمای جدید معاشرت کردین که شاید اگر تو ایران بودین و تو نقطه امنتون میموندین هیچ وقت نمیتونستین اینا رو تجربه کنین. آره خواستم اینا رو بگم و نمیخوام خیلی این ویدیو طولانی شه. اینجا هم داره کم کم تاریک میشه. امیدوارم صدا و اینا توی ویدیو اوکی شده باشه، اوکی بوده باشه. و آره مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین. برام کامنت بذارین، از نظرتون رو بهم بگین راجع به این ویدیو. اگر که تجربه‌ای دارین، تجربه مشابهی دارین، خوشحال میشم برام بنویسین و خوشحال میشم اگر کانال رو دوست دارین به دوستاتون معرفی کنید و این ویدیو رو شیر کنید توی صفحه‌های اینستاگرامتون اگر که دوستش دارین و فکر میکنید ممکنه برای کسی مفید باشه. همین دیگه، مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. خداحافظ.